سلام، دمتون گرم و دلتون خوش. دوستان یادتون میاد پس پریروزا علی گدا با ساتور قصابی اومد به صحنه و رفت واسه اکبر کوسه و باندش؟ یادتونه چجوری به اسم مجموعه مصمم براشون شاخشونه کشید؟ از بعد از رحلت امام سعی یک مجموعه مصممی بر این شد که به کل آرمان‌های انقلاب رو بشورن بذارن کنار. بعد از این روزه عظما بود که ورق پاره‌های باندشم دم گرفتن و مستقیم و غیر مستقیم شروع کردن به کاردی کردن اکبر کوسه. کسانی که در آرزوی برقراری روابط ایران و آمریکا بوده و از امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران سخن میگویند، باید به این نکته توجه داشته باشند: شرط قرار گرفتن تحت ولایت الهی مبارزه با طاغوت است. خب بعد از این گرد و خاک باند علی گدا 3 راه جلوی پای اکبر کوسه بود. یا باید خودشو میزد به نشنیدن و بیخیالی طی میکرد، یا باید قلاف میکرد و میومد قربون صدقه عظما میرفت، یا هم باید قات میزد و با کله میرفت تو شکم عظما. حالا ببینید اکبر کوسه با پای چپ قدم تو کدوم یکی از این راه گذاشت؟ اگر میخواهیم افکار دانشجویان خوب باشد، نباید محیط دانشگاه را آلوده به اختلافات خارج از اخلاقیات اسلامی و انسانی بکنیم. در این شرایط نمیتوان جلوی افکار را گرفت، چرا که مردم هر لحظه و در هر شرایط مکانی و جغرافیایی با ساده ترین وسایل ارتباطی مثل تلفن همراه در جریان آخرین تحولات و اتفاقات پیرامون خود و دنیا قرار میگیرند. ملاحظه کردید 2 روز بعد از دیدار علی گدا با به اصطلاح دانشجوها، کوسه هم درست یه دیدار دانشجویی را انداخت و توش رک و پوسکنده زده تو پر علی گدا. یعنی همچی بی تعارف میگه تو دیکتاتوری، روزات به جایی نمیرسه، نظامو آشولاش کردی. وقتی خود کوسه اینجوری با علی گدا شاخ به شاخ میشه، طبیعیه که ورق پاره‌هاشم دور برمیدارن و از این حرفا میزنن. مذاکرات ایران با 6 قدرت بزرگ جهان مصداق این ضرب المثل شد که بر کارهای گران مرد کار دیده فرست. کار پرونده هسته‌ای ایران به وزیری کاردان و تیمی کاربلد واگذار شد. نتایج خوبی ایجاد شد که راه گریز از خطرات بزرگی بود. همین تجربه میتواند در سیاست داخلی کشور از جمله در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به کار گرفته شود. میگه چون زهر اتمی رو خوب ریختیم داره میره تو گلوی عظما، باقی زهرها رو هم باید بسپارن دست ما تا کارو تموم کنیم. خب نظرتون چیه دوستان؟ از این بزن بین علی گدا و اکبر کوسه چه نتیجه موشکافانه‌ای میشه گرفت؟ ها؟ احسن، همینی که گفتید. معلومه که هوای نظام تو دوره پسا مذاکرات خیلی پسه، معلومه که علی گدا خیلی فشل شده، معلومه که یه بکوب اساسی تر پیشه. خواهیم دید بکوب که دارین خوب میکوبین.